کس راجع به آموزش این ساز حرف نمیزنه. چرا هیچ کس این ساز آموزش نمیده؟ باور نمی‌کنی چقدر ساده است. بیا تو 30 ثانیه بهت یه ریتم 6 8 یاد بدم که از فردا روی تمامی آهنگای 6 8 ساز بزنی، کیف کنی، مردم به وجد بیاری. دوستان بریم برای آموزشش. ببینید دوستان، بیس ها و اسلپ ها رو دست راست هم داره میزنه. نوت های روح رو هم با دست چپ میزنه. اون گفتیم بهش اشاره کردیم جلسات قبل که نوت روح فقط یه اشاره نرم، یه صدای نرم روی ساز میاد، یه اشاره میکنه. ببینید آهسته‌شو بزنم ریتمو. کل ریتمه. خب دست راستمون بیس میزنه برای شروع، میگه بیس نوت روح، اسلپ بیس نوت روح. این یه تیکشه. دو تا تیکه داره ریتم. تیکه اولو تمرین میکنیم، راه که افتادیم، بعد تیکه دوم میندازیم. تیکه دومش دوستان داره میگه که بیس اسلپ بوس نوت، اسلپ بیس بوس نوت. یکم تندتر. حالا جفتش رو هم دیگه وصل میکنم، به صورت آهسته میزنم. شما دقت بفرمایید. کل ریتم شد این دوستان. تندش هم بزنم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ریتم. خیلی ریتم خوشگلیه. دوست دارم که بذارین ریتمو هر روز نگاه کنین، جلو چشتون باشه، یاد بگیرین، بزنین و باش کلی کیف کنین، لذت ببرین. حتما ویدیو رو سیو کنین و بفرستین برای دوستان علاقه‌مندتون.